سلوا التاريخ كم مجدا سطرنا على صفحاته وبه تغنى. الحمد لله کدش یو سمینار کې و در اوایل جا دارد که از نهاد کلمات دین و عقیده اساسی ترین بار ای امت است، بار پیشرفت امت است و در کنارش تکنولوژی، علم، تحقیق، مطالعه این هم بال دیگه از امت است که این بال باید در روشنی در قالب دین باید این بال چکنه به پرواز در آید تا که امت را از این حالت بکشد. پس مسئولیت ما خیلی سنگین است. ما باید متوجه مسئولیت باشیم و باید از این مسئولیت درست استفاده کنیم. وقتی است که به ادامه گپ‌های جناب رئیس برنامه که دو نکته اشاره کنم، شیخ محمد عبدو یکی از دانشمندان بزرگ جهان اسلام است، شاگرد سید جمال الدین افغانی و همچنان عصر سید جمال الدین افغانی. یکی از غربی ها از این پرسان میکنه، میگه علت پیشرفت ما غربی ها و علت عقبمانی شما مسلمان ها در چی است؟ شیخ محمد عبدو جواب خیلی کوتاه، جامع و منطقی برای ارائه میکنه. میگه ما گذاشتیم و شما گذاشتیم. شهید عبدالله اعظم رحمه الله این سخن شیخ محمد عبدو را تفسیر میکنه. میگه هدف شیخ ای است که ما گذاشتیم، یعنی ما دین خود را گذاشتیم. دین ما که همخوانی و هماهنگ با پیشرفت بود، با علم بود، علم را تایید میکرد، علم را تاکید میکرد، بلکه نخستین سفارشات دین ما، نخستین وحی و نخستین آیات قرآنی در مورد علم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. ما اینی پیام الهی را فراموش کردیم. پیام الهی ای بود که شما با علم تمسک بزنید، با علم توجه کنید. ما یک جای جوان جمع بودن، تفسیر یک جوان پرسان کرد، گفت شاید منظور علم دین باشه. من گفتم بله منظور علم دین است، اما الله متعال در این آیت علوم اصلی را هم فراموش نکرده. در ادامه از آیت اگر ما شما بخوانیم الذي علم الانسان ما لم يعلم خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم. اینجا الله متعال در مورد خلقت انسان در ادامه از این آیات اشاره میکنه. یک موضوع طبی، یک موضوع بیولوژیکی، یک موضوعی که مربوط و ارتباط با علوم اصلی میگیره، الله متعال را بیان میکنه. پس آیا دین ما دین خود را گذاشتیم؟ شیخ محمد عبدو میگه ما گذاشتیم، یعنی ما دین خود را گذاشتیم. دین ما این قسم دین بود. دین ما پیرو خود را امر میکنه که ببین تو پابند به عقیده و پابند به دین هم هستی و در کنارش علم را و تکنولوژی را، تحقیق را و پیشرفت را فراموش نکن. زندگی مادی را هم فراموش نکن. او آیه کریمه دیگه مثلا خدا کنه اشتباه نکنم، وابتغ فيما آتاك الله دار الآخرة ولا تنس نصیبك من الدنیا. الله متعال واضح میگه که نصیبت از دنیا هم فراموش نکن. قبلا اشاره شد که ما تو خلیفه الله متعال در روی زمین هستیم. الله متعال کارش چی بود؟ کارش این بود که به اصطلاح ما شما را مسائل تشریعی را بیان کرد در شریعت اسلامی و هم الله متعال دنیا را، مسائل مادی را برای ما شما خلق کرد. پس وقتی ما و تو خلیفه الله متعال میشیم باید برای دینش کار کنیم و همون مسائل مادی را که الله متعال خلق کرده او را درست مدیریت کنیم، درست استفاده کنیم. اما با تأسف که با قول شیخ محمد عبدو ما گذاشتیم، ما دین خود را گذاشتیم، عقب ماندیم. تهاب الأسد وطأتنا لأننا لغير